یعنی الان این شو ایلان ماسک یه میمونه که هیچ اطلاعاتی نداره ولی داره تایپ میکنه. Can I please have a tea, snacks؟ داره مینویسه و داره تایپ میکنه بدون اینکه علمی داشته باشه. تراشه تو مغزشه. این یکی رو ببین، شخصی که 12 سال به خاطر نخاش فلج بوده الان داره راه میره. Paralyzed man walks again thanks to brain technology. داستانش این بوده که 12 سال پیش با موتور تصادف کرده، یک قسمتی از نخاش آسیب دیده. نخاش هم که آسیب ببینه مغزش دیگه نمیتونه به بدنش دستور بده که این راه بره. یه چیپ، یه تراشه‌ای تو مغزش قرار دادن که یه پلی زده بین مغزش با عصبش، الان دیگه داره راه میره. یعنی رو مغزت اپلیکیشن راه رفتن نصب کن. الانی که من و تو داریم زندگی میکنیم خیلی قسمت مهمی از تاریخه. بعدا خیلی راجبی صحبت میکنم به خاطر اینکه انقلابیه. دیروز نورالینک ایلان ماسک مجوز آزمایش بالینی روی انسان از غذا و داروی آمریکا FDA گرفت. یعنی این که میتونی این تراشه رو روی مغزت قرار بدی و روش اپلیکیشن نصب کنی. یعنی میتونی انگلیسی در لحظه یاد بگیری، میتونی چینی صحبت بکنی. اونی که نمیتونه ببینه به خاطر مغزش میتونه ببینه، اونی که نمیتونه راه بره به خاطر مغزش میتونه راه بره. میتونی یه لحظه برنامه‌نویسی یاد بگیری، میتونی بری تو اپلیکیشنت، تو ستینگ مغزت درصد عصبانیتت رو بیاری پایین. از همون طرف هم اگر هک بشه یه سری آدم میتونن کنترل مغزت رو به دست بگیرن. دیدی میمونه هیچ اطلاعاتی نداشت، داشت تایپ میکرد. توی یه ویدیو دیگهش داره بازی میکنه، یه بازی کامپیوتری، ولی هیچ دیتایی خودش نداره. یا اون بنده خدا که فلج بود داشت راه میرفت. خیلی عجیبه. هوش مصنوعی، نورالینک انقلابیه. یه چیز دیگه هم بهتون بگم و برم. نورالینک ایلان ماسک یه تراشه است که روی مغزتون قرار میگیره و مغزتون رو کانکت میکنه به یه کامپیوتر. الان که من دارم اینستاگرام رو ورق میزنم و میبینمش باید حتما جلوی چشم باشه، ولی وقتی که مغزم مستقیم به کامپیوتر کانکت باشه احتیاجی نیست چیزایی که میخوام ببینم حتما جلوی چشم باشه. گوشی کلا حذف میشه. شما بخوای به کسی پیام بدی فکر میکنی و مغزت دستور میده به اون تراشه هم متصل به یک کامپیوتری و اون پیامک ارسال میشه. از اون طرف واسه کسی هم که پیامک میاد احتیاجی نیست باز ببینتش. میاد تو کامپیوتر، تراشه، مغز و طرف میفهمه شما چه پیامی بهش دادین، امتحانا رو میخوان چیکار کنن. و شما میتونی اصلا دیگه لازم نیست با کسی حرف بزنی. ارتباط شما و یه نفر بغلیت از طریق مغز، تراشه، کامپیوتر، تراشه، مغز میشه. یعنی شما میتونی با یه نفر حرف بزنی بغلت بدون اینکه لبت تکون بخوره. میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟ یه کسب و کاری که نهایتاً تا 1 سال دیگه هممون اسمشو میشنویم، یا الان نیست یا انقدر کمه که من نشنیدم. اونم تربیت هوش مصنوعیه، مختص کسب و کار شما. این شکلیه که ما الان خیلی هوش مصنوعی داریم. برنامه نویس هست، تو زمینه پزشکی هست، جواب میده، نمیدونم تولید عکس میکنه، تولید ویدیو میکنه، ادیت میکنه، خیلی داریم. ولی من مثلا میام میگم که آقا من یه کسب و کاری دارم، 20 تا اپراتور پشتیبانی میخوام که جواب مشتری رو بده، یه سری تکنسین فنی دارم که این کارو میکنن، یه سری برنامه نویس دارم، یه سری فلان 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 فلان. دیتاهاشو بهش میدم و یه هوش مصنوعی تربیت میکنه، یه فایل بهم میده، میگه اینها نصب کن رو وبسایتت، همه این کارا رو انجام میده. چقدر نیروی کار. احتمالاً البته یه سری شغلا از بین میره ولی یه سری شغلای جدید به وجود میاد. همیشه همینطوری بوده.